اگه مواد فروش با سیاسته. آره بابا. او جانم. الو. سلام، چطوری؟ سلام. قربونت، مرسی. جانم بگو. میام پشو بیا خونه. سری باش باش. باش. لوکو بهم میدی؟ لوکو بهم بده، لوکو بهم آره بده. بعدا میفرستم. باش، باشه، خدا. خدافظ خدافظ. شروع شد. کمربند خود. شروع شد. شروع شد. لوکاتیون. به به. خودم عالی، ماشین عالی. خدا رو شکر. امشب شب خوبیه برام. امشب شب عروسیه. مبارکه و مبارکه مبارکه. لوکاتیون لوکاتیون. بچه باید بریم داخل گنگ ها. سرسو بگیر بالا. تو فالوور منی. خیلی همینا نیست. یوزار سیف عزیزم، مرسی واسه فالوت، قربونت برم، خیلی ممنونم. فقط سری دیگه خواستی بیا یواش بیا که یه وقت دستمون رو نبریم باشه. امشب شب عروسیه. مبارکه و مبارکه مبارکه. سلام سلام به روی ماهت. خیلی خوش اومدی. ببین امشب یه کوچولو اوضاع پیچیده است. خب واسه همین چطور بهت بگم. سلام. سلام. حال شما؟ خوش داخلن؟ اومدید. بله داخلن؟ بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بله. بله میام. بیا جلو بیا اینجا. سلام سلام سلام. سلام سلام. سلام. بیا این بغل بشین، اینجا بشین اینجا. باشه 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 باشه. خیلی خوب. چه خبرها؟ جانم در خدمتم. بشین بغل. صفحه که باشه. نمیشه توضیح داد. بله بله چشم. بفرمایید. در خدمتم. خدمتتون که امشب یه سری عملیات داریم در بله. رابطه با یه سری جابجایی های، حالا از جمله حالا یه سری سلام محصول ها قشنگم، خوبی هستش و دکتر جابجا اورتون؟ بشه. بله بله.
بعد خدمتتون که قرار به کاملی بهتون توضیح بدم، بچه ها رو باید مدیریت کنه، یه رادیو میزنه. بعد بچه ها باید توسط شما مدیریت بشن خدمتتون که توسط این ماموری یه رادیو باید ست کنید. رادیوی حالا ما میگیم که رادیو 55 ست کنید. خب داخل رادیو حتما باشید. بله من به عنوان لیدر داخل این رادیو عضو. بله خب ببینید جسارت داستان صداتون جان. میره، صداتون خب میره. نه الان بله خودم بله صحبت بله نکردم. بله ببینید داستانی که اینجا داره قراره که توضیح بدم خدمتتون. یه بله جابجایی محموله است برای حالا جزیره داعش که حالا بله بعد سری محصولا باید اونجا برسونید، محمولات برسونید. درسته. اول از همه تا جایی که بتونید سعی کنید درگیری ایجاد نکنید. بله خب. بله بله حواسم با شماست. درست. چکرم تا جایی که حسام. میتونید درگیری ایجاد نکنید، تا جایی که میتونید پلیسا متوجه هیچ چیزی نشن. خب و سومی که با نیروهای سپاه تا عمدن وقتی شما رو ندیدن و اختار ندادن تیراندازی نکنید. بله بله متوجه شدم. بنده خودم حالا تا جایی که بتونم هست، ولی شما قرارداد رو باید امضا کنید، مذاکره کنید طبق حالا قیمتی که اونا میدن و قیمتی که ما تعیین کردیم یه قیمت منصفانه تعیین می‌کنید براشون. بله آره قیمت رو بهشون میگیم. بعد داخل حالا یه چند تا قایق و اینا هم داریم که داخلشون حالا شما تو جیبت داری اگه اشتباه نکنم، درسته؟ چی؟ یه سری محموله و چیزایی که باید بدیم بهشون داخل جیبت داری، درسته؟ من یه دو تا سلاح دارم. آها خب اوکی. سلاح نه چیز میگم از حالت ساخت و اینا. اه، سر بله کشاورزی بله مزرعه. بله 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 خب توی جیبم که ندارم ولی میتونم تهیه کنم سریع. آره سریعتر تهیهش کن، اگه خونه جای چیزی هست بله سریعتر بله 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 تهیهش کن. بله بعد ما حالا من یه دو نمونه سنتی داریم، یه نمونه صنعتی. خیلی هم عالی. بله بله اینا رو براشون توی قایق میذاریم، حالا ما خودمون جعبه بندی میکنیم، چند تا هم شما خودتون بذار بله براشون بله ببر. خب چشم. بعد آره سعی کنید برید خونه ای که طرف میگه، سعی کنید درست صحبت کنید، قراردادم قشنگ خود تنظیم کن، بچه هم هستن دیگه مدیریت کن. بله بعدش هم صحبت باش بکن و یه قیمت پیشنهادی درست بهش بده، تو پاچمون نره. شما خودتون تو آره چقدر مد نظرتونه؟ بستگی داره. مثلا تو چه رنج به قیمتی باشه مد نظرتونه؟ ببین تا اینجا قیمت حداقل 10 میلیون بتونی جمعش کنی دیگه، بر حسب تعدادی که اونا میخوان دیگه. مثلا اگه حالا ما 20 تا فکر کنم سیانور میخوام برای نیروهاشون که اگر یه وقتی عملیاتی خب خب سیانور رو بندازم بالا، خب تقریبا یه حدود خلوش تقریبا 20 هم آدرنالین میخوام که بابت درگیری ها نیاز دارن. خب این سیانور و آدرنالین رو من بهتون میدم، شما بله اینو بردارید بله داخل جیبتون باشه. بله بله آره براتون قایق و این چیزا هم آماده کردیم، تجهیزات نظامی و حمله و حالا از جمله بست و این چیزا هم من بهتون الان میدم. بله. اینا رو میخواین داشته مسالمت آمیز حل شه و تموم شه بره پی کارش بدون هیچ درگیری، درست میگم؟ این در معامله است. بله این معامله است که حالا با قرار نیست درگیری با خود متوجه جزیره شدم داشته باشید، متوجه شدم چون ولی با طرفمون آدم نیروها سالمی نیست، به خاطر همین درگیری گفتم نکنید شاید. به چشم چشم. شما چون بیرون شهری هستش داخل جزیره هم هست، دست کامل رو ما دارن. ما اصلا نیازی نیست که درگیری با اونا انجام بدیم. باشه تنها باشه. درگیری که ممکنه رخ بده با نیروهای حالا پلیس یا سپاه هستش که ممکنه حالا در خیلی حین مسیر انجام بله. بشه. پس شد 20 تا آدرنالین، 20 تا سیانور و رقم پیشنهادی شما هم 10 میلیونه. آره 10 میلیون هر چقدر کافیه. بیشتر هر چقدر بیشتر بگیرم که بهتره. دقیقاً. بله بعد بله یکی از شما 2 نفری میرید با خود آقای ایلیا میرید، ما بله 2 نفر بله دیگه هم از تیم پشتیبانی وارد پشتیبانی هستیم، اگر نیروی نیاز داشته باشید ارسال میکنیم، بله اگر هم درگیری رخ بده خودمون هم به دادتون میرسیم، مشکل نیست. بله واسه بله این ما 2 تا متوجه اینجا شدم. میمونیم، شما 2 تا عملیات آغاز میکنید، میرید برای محموله. بله بعد خدمتتون توضیح بدم که این درگیری سعی کن تا جایی که میتونی با نیروهای سپاه ایجاد نکنه. اگر شما رو ندیدن
یا بله شما دیدید اونا رو ولی چیزی اختاری ندادن، صرف تیراندازی نکنید از سینای متوجه شما. شدم متوجه شدم آره متوجه ما شدم. با بچه‌ها خودمون اونجا صحبت هم کردیم از بابت این چیزا، خیالتون راحت باشه. باشه قراره که باشه سفر امنی داشته باشه. مرسی. یه کشتی هم هستش، کشتی تفریحیه خب، خب که برای اینکه شک نکنن کشتی تفریحی هستش. شما بهتونم چند تا قایق دیگه هم میدیم، خب از جمله حالا اگرم ایستی بیدن چیزی هم میگن شما سعی کنید همکاری کنید. مواد حساب. بله بله متوجه شدم. آره خب پس سوالی نداری بچه‌ها؟ کسی اینجا سوالی نداره؟ خیر. نداری. خیلی خب، در پس رابطه شما با میگین که مأموریت چی؟ با شما لوکاتیون اونجا رو به ما میدین، ما سوار قایق آره. میشیم، بعد میریم داخل جزیره، چون باید لوکیشن اونجا به من بدید که کجا باید ببینمشون. نیاز نیست. ببین جزیره رو که باز کنی خب 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 ته تهش یه خونه است، اگه دقت کنی پایین بله پایینش دم آب یه بله خونه بله است. بله. اصولا قرارداد اونجا هستش. اگرم ترس چیزی ابهامی دارید میتونید با هواپیما هم ببرید. نه 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 دریایی نه آره نه نه. دریایی برید بهتره، بعدش هم بله برگشتشو با هواپیما میاد. چه من اشکال میگم داره. که براتون برسه. خب پس یه کاری کنید، شما سیانور و آدرنالین رو بهم بدین، اگر چیز خاصی هم باید از خونه بردارم هم بهم بگین که برم بردارم و ببرم بهشون بدم. و هر چقدر تونستم بالای 10 میلیون باشو قرارداد میبندم، با کسی هم درگیر نمیشیم، حرف بدم نمیزنیم، سرمونم میذاریم زیر، برمیگردیم. دقیقا همینطوره. بله. سوالی هم ندارید نه؟ نه دیگه، هواپیما فقط کجاست یا مشخص میشه؟ ببین هواپیما که الان فعلا ما اینجا جایی نداریم که بخوایم بلند کنیم. بله بله اگرم بله. بخوایم بلند کنیم هواپیما رو جت شخصی و باید بریم بیرون شهر. بله چون شما بیرون فرموده شهرم بودین عرض کردم، آره وگرنه که آره ما این یه میدونیم که پروسه باید زمان با بره. قایق برگردم، با همون آره قایقه آره برمیگردم. باشه باشه. آره ما حالا کلا میگم 2 تا فرودگاه بیشتر نداریم خب، بله یکی هم بله بیرون شهر، یکی هم همین داخل شهر، یکی هم برای سفر کسی نمیشه خب. بله بله. واسه همین نمیتونیم راحت هواپیما بلند کنیم. بعد خب هواپیما طولانیه، حالا ما اگه بتونیم موقع برگشتتون هواپیما میرسونیم نه نه خدمتتون، خیلی ولی مهم نیست، با قایق هم کارمون راه میگیره، فقط بگیم قایق کجاست که میتونم قایق رو سوار شم. آره لوکیشن قایق رو دقیق بهتون میدن، داخل خیلی خوب باش. بندرگاه بهتون میدن بله بله که داخل بندرگاه بهتون میدم. از پایین مپ هم بهتون میدم که یه وقتی دارت دور بزنید، چون ممکنه لب جای چیزی برید ممکنه حالا درگیری پیش بیاد. آها آها آها. آره پس میگین باش. که توی پلو سکوی منبع نفت خام یه فرودگاه ما به میدین، درسته؟ اونجا نه، اونجا یکم ممکنه فرودگاه ما یه سری نیرو داشته باشه. بندرگاه بهتون میدیم، اونجا ب... کلا پاتوقمونه. باش. آره مشکلی بندرگاه نیست مشکلی نیست، بالای میدونم بالا. کجاست میدونم کجاست، متوجه شدم. باشه پس از اونجا شروع میکنیم میریم اونور. بله فقط شما نفرمودین که چه چیزی از خونه بردارم، من هم ماریجوانا دارم نه هم. نیاز نیست، من بهت میدم چیزایی که نیاز داری. خب فقط باش. قبل مأموریت دومتون که قراره برید خب یه مأموریت اولیه هم دارید. حالا خب این مأموریت رو من باید بررسی کنم ببینم میتونم انجامش بدم یا نه. بله. آره. خیلی خب و ما شما اینو هم بریم آره ببینیم به کجا میرسیم، خوبه؟ باش. ما میریم بیا الان من بهت بندرگاه. بدم، بیا باشه بیا الان من بهت باشه. بدم. ایلیا جان آماده ای؟ من همیشه آمادم. بله بریم. بله. قایقو دوباره باید برگردونیم بندرگاه. نیاز نیست. آره راه قایقو که باید برگشتمونه برای دیگه. برگشتتونه دیگه، کجا بله میخواید بله. برید؟ میکنم این باکس گذاشت. بله متوجه هستم. یعنی خیلی میندازم رو زمین بله یه دقیقه بله وایس. بله بله. این 20 آدرنالین، اینم 20 سیانور.
عذرخواهی میکنم یه دونه بیشتر آدرنالین قرار نمیگیره داخل مشکل دستمون. نیست. آره خب سیانور چی؟ سیانور هم باید یه دونه بتونی برداری. سیانور فعلا مثل این که اجازه نمیده. میخواین آدرنالینا رو بردارین شما که بتونم نه با اوکی. بیا من یه چیزم بهت میدم. این داشته باش. خب بیا اینم دوتاشو بردار. نه از بیا این بردار اونا رو زدی. بله 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 مثل که بر نمیداره. میخوای یکی یکی همه رو خودتون بردارید یکی نه یکی بریم بهم ماجیک داری؟ ماجیک مشکل ماجیک ببین بدید. داری یا همون نه؟ نه اصلا ندارم. از هیچ کدومشون ندارم. فقط یه دونه آدرنالین دارم تو جیبم. آخ من اینا رو دونه دونه مینداختم. عیبی نداره فدا بیا سرت. بردارید اشکال نداره. بیا یه دور دیگه این ور بندازم. باشه باشه مشکلی بیا نیست بیا مشکلی بیا این نیست. وسط بندازم. خب این که ماشرومه. خب بله دیگه چی بله نداری؟ بهم بگو. سیانور نتونستم بردارم. اگر میشه سیانور خب بهم بیا بدید واسه. خب سیانور هم برداشتی؟ یه لحظه اجازه بدید. سیانورم برداشتم. بله 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 ببین یه چیزی بهتون بگم. بله. اگه قبل از رسیدن به اونجا خب خب توسط سپاه گیر افتادید و اگر گرفتنتون خب سیانور رو بخورید دیگه چون دست اونا بیافتید مطمئنا زنده بر نمیگردید. خیلی شما خوب بخورید باش که راحت داره زندگی راحت پیدا شه. اگه باشه. گیر افتادید اگر تحت یعنی هر دست شرایطی نتونستیم از سپاه رد کنیم حتما این کارو میکنیم. نگران نباش. آره نه اگه دستبندتون زدن بله بله گرفتنتون بله بله آره بله. در این صورت ما اگر نه قرار اگه نیست سر و محاصره صدایی شدیدم که کنیم تا بجنگید. خود سپاه بخواد کاری انجام بده. ما کاری انجام نمیدیم. نگران نباش. آره بذار زیر زبونت آماده باشه. باشه دیگه. پس من یه یا کاری موج میکنم. نخوره قورتش بدی. بله پس من یه کاری میکنم چون نمیتونم 20 تا رو همزمان ببرم. خب نمیتونم 20 تا رو همزمان ببرم بهشون اینا رو بابت نمونه میدم. پول میگیرم بعد خودمون بعدا بهشون میدیم 19 تای بقیه رو. اوکی آره. آره آره. خیلی خب پس من و ایلیا بریم سمت بندرگاه تا ببینیم اوضاع چطور میشه. اوکیه من سیانور بگیرم. باشه باشه. همین قراره با داعش معامله کنیم. همین خیلی خب. ایلیا جان صدامو داری؟ ایلیا صدامو بیا داری؟ رادیو 5 بیا رادیو 55 55 باش. 55 بچه ها در جریان 55 صدامو آره داری؟ رادیو چک رادیو چک رادیو چک مثبت رادیو چک. مثبت. بله بله. خیلی خب ما دیگه بریم سوار ماشین شیم بریم سمت بندرگاه. ایلیا با کدوم بریم؟ با ماشین من بریم؟ ایلیا واسه امنیت بیشتر تو خود یه ماشین بیا من با این ماشین. باشه پس بندرگاه میبینمت. نه دیگه با هم میریم دوستا هم باشه برو. به نظرم بنز بردار. نظرم بنز بردار بتونی راحت فرار کنی. بنزی بنزی چرا روشن او بر باید بشینه. بابا در بیا تو هم کشتی ما رو.
بیا میخوای بشین. نه سوار شدم برو، سوار شدم برو. پس بیا پشت سر من. 1068. بس ببینم 1068 باشه. کمربند خود را صدا ببندید. موتور ماشین رو یکم داداش قربونت برم، یکم صبر کن. نمیدونم چی نوشتی توی آر پی ام، یکم صبر کن جواب تو میدم. قربونت برم عزیزم. یک کوچولو صبر کنی جواب تو میدم زندگی. ایلیا اوکی؟ ایلیا اوکی؟ موندی جاد چرا؟ ایلیا برگردم موندی جا ها. پشتتم. برو تو باز دیدم خودت برو سریع. دیدم یکم جدا از هم بریم. باشه نگیرم. باشه موندی؟ نه فاصله دارم میندازم دیگه بینمون. برو تو اونجا همون میبینی. میگم با سرعت بیا. باشه اومدن اصلا نرسم. بچه ببخشید اگر جوابتون رو نمیدم. یه داستان خیلی پیچیده است امشب. یه آرپی سنگینه، یه دو سه تا آرپی سنگین پشت همه. الانم یه معامله با داعشه. هیچی با سرعت نیاییم. باشه برتش یه کوچولو صبر کنین جوابتون رو میدم عزیزم. یکم باید فکرم درگیر آرپی خودم باشه. یه کوچولو صبر کنین جواب همتون رو میدم عزیز دلمی. امین من خود تا الان خلاف میکردم مواد و اینا، الان دارم سیانور و آدرنالین قاچاق میکنم به داعش. خلافم داره میره بالا.
او نمیشه از اینجا رفت، نمیشه از اینجا رفت، اینجا پرتگاهه، نمیشه از اینجا رفت، پرتگاهه، داستاندار میشه. کجا موندیم؟ مثل اینکه ماشین بنزین نداشت، مثل اینکه ماشین بنزین نداره، ولی نزدیکه تا. من نمیفهم ماشین چرا بنزین نداره، متوجه نمیشه. این داشته همون مسیر رو برگرد به نظرم، همون مسیر رو برگرد سوارم. من ماشین گذاشتم توی جاده، آره تو خاکی هم نزدیکتم. پالتو بیم. کجایی؟ پالتو بیم داخل خاکی هم که دارم میم سر پایینی واسه کشت بندرگاه. خب بگو پرش کنه. چشم. 1064 سر جاده نیستم، پشتشم، رو پشتیم. میبینیم منو میبینیم. اوه قایق. این تو بودی؟ داداش من پیاده بیام سالمتر میرسم. بشین. کمربند خود را ببندید. نگران نباش. بله. خدا رو شکر که خراب شد، خدا رو شکر که داستاندار شد، چون که همینجا پارک. اینورتریز جهت ضرورت داشته باشی. بابا ماشین من نیست. چالنجر خوشگله، این چالنجر نیست، کاماروه. چالنجر دوجه دنی. ببین آرپی سوار چیم؟ بله سوار شد. آقای معین راننده باشن نگهبانی بده. بله. ببین آرپی تمام بشه جواب همه رو میدم، فقط اجازه بدید این تموم شه. خیلی سنگین به خدا مرتضی. بله واقعا مرتضی خیلی بهتر از الیا رانندگی میکنه. بله اینو میدونم. ایلیا یکم دور نیست؟ مشکل نداره یکم. من برم بالا پشت فرمون بشینم تا بچه‌ها بیان. سیزه آقای معین لطفا یکم آرومتر حرکت کنید که یه وقتی سرعت زیاد نرید. بله متوجه هستم. چشم. حالا ببین دردت به سرم. سلام داداش چجوری؟ میگم من 11 سالمه، دیشب بی ام پی ریختم، هنوز خودش نکردم. حالا میگم اگه بیام نمیندازنم از سبب بیرون، غلط میکنه کسی بندازن بیرون. نیک موشن عزیزم،
تو کارتو انجام بدی به کسی بی احترامی نکنی، هیچ کس حق نداره باید حرف چپم نگاه کنه. بعد نوشتی سلام اوف چه سیله خوشگلی دنی جان، فدات بشم ناقابل آقا مال خودته. بعد محمد مرز خلافو جابجا میکنه، معلومه که این کارو میکنه. زی خیال باطل بیا، فقط صدای ماشین. آره واقعا صدای ماشین. عاشق بنزم، همه عاشق بنزی، من میمیرم واسه بنز. بی ام و فنا نمیتونی مقایسهشو کنی، هر کدوم یه داستان خودشو داره. خب بگو پرش کنم برات. پرا اینطوری راه میری؟ ببین امین، زمانی که گنگ میشی حتی راه رفتنت هم سیس خودشو داره. همیشه گلوم بنزین تو اینورتر اینک جواب دادم ماشین مال من نیست، مال گنگه. حاجی چه جلجر خوشگلی. این کلا دو کامارو بود، شورولت کامارو بود. بهتر الیا. بله 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 این از این. نه بعد از آبی که دیگه دروغ میگم، من میگم فقط بندازد تو قسمت خدمات. همین بچه ایه باور میکنه، نه سنش کمه باور میکنه. همین ایلیا صدامو داری؟ ایلیا صدامو داری؟ یکم آرومتر برو. آره آره میخواستم حالا اینو بهت بگم خوب میرم یا نه. آرومتر برو، آروم برو، خیلی سریع برو. باشه باشه باشه. همین کشتی و تو رو قرآن، کشتی و تو رو قرآن، کشتی گنگ ها. آی 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 برگم افتادم پای. وایسا پیشتم نگران نباش، پیشتم. برو. باشه بشی سر صندلی میخوای. یواش برو چپش نکنی. ببین کلا این کشتی تفریحه، نمیتونی باش کاری انجام بدی. دست پنیر نیست یعنی چی؟ همه چیز دست ماست. الان فهمیدم چی نوشتی اورتو. من به نظرم ایلیا دارم خوب میرم ها. رفتم رو سخت پرد شدم تو. آره دیدمش. محمد داداش امشب کالافو داریم اصلا دنی. امشب 3 تا آرپی دارم، دو تا 100%، یکی داریم فکر میکنیم روش. یواش برو خرابش نکنی، من خراب نکنی. نه ایلیا باهامه، ایلیا برام درستش میکنه. آره او واه. چرا دوباره؟ ایلیا کجایی؟ دارم تو آب. بیا بالا بابا، بیا بالا کار داریم. این ور. خیلی سری میری. بابا تو باید بشینی. من چیکار کنم تو کونه نشستن نداری؟
هی میری رو سقف وای میسی، هی میری رو سقف وای میسی. پشت تو خودت وایساده بودم. من تو همون میمونم، میتونم چجوری میفتم. باشه تو اگه بشینی سر صندلی اتفاقی برات نمیافته. امشب نتم فیکس، نت عمرم بود، حیف شد عزیزم، ببخشید دنی، معذرت میخوام. به به. خیلی نه، دکتر اورتون چیزه قضیه یکم چون داریم با داعش معامله میکنی، سپاه نباید بیاد ما رو ببینه، باید یکم بپیچونیمش قضیه رو. والا داعش مگر جز سیاه نیست؟ چرا؟ چه ربطی داره؟ همین. خیلی خب بریم. اوه 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 اوه، دیدیشون؟ ایلیا ایلیا صدامو داری؟ دیدیشون میگم؟ دیدم. آره ضرر دیدم. به نظرت مال سپاه بودن؟ خیلی خوب باش. آره مال ارتش بودن یا مال سپاه؟ آره نظامی بودن، نیرو نظامی بودن.
حواست باشه. خب الان میافتی تو آب دوباره. اون کشتیه چی میگه پهلمون؟ کشتیه چی میگه؟ دیدیش؟ کشتی چی میگه پهلمون ایدیا؟ جان کشتی چی میگه نمی‌دونم، پهلمون؟ بس- سمت راست عقبمونه. یه جوری باید ردش کنیم خیلی خب بیام باش. ببینیم چیکار دارم. نه ولش کن تا برسم. ولش کن. محل نذار بهشون. دریا تیفونه جاشو حیرونه، دریا تیفونه جاشو حیرونه، جاشو یه حیرون، جاشو یه حیرون، چشش به آسمونه. گشت این چی شد؟ چیه سمت چپمون؟ این چیزه جت اسکیه مال نظامی نیست. می‌دونم، می- میگم چی؟ میشه نظامی باشه ولی نظامی نیست. نه جت اسکی نیست، بزرگتر جت اسکیه. اوه بازی فکر کنم راهزنم. بزن چو بزن چو. بازی بیام یا چی؟ تو رو اندی. باشه بزن چو. فکر کنم موتور رو زدم. اومدم. مشکل موتور داره که الان اوکیش شد. رفتن. تونستم درستش کنم. باشه. حواست باشه. تو میخوای بشینی بالا پشت نریزی، فرمون؟ پرت تو نشی. میخوای بشینی پشت من فرمون؟ نشستم. باشه. 20 تا چیز دارن، 20 تا نگهبان دارن واسه این که بخوان چیز کنن، عملیات برن. باید چی میگن، شروع کنن به معامله کردن با، باید بهشون مواد بدن، هم آدرنالین واسه این که بتونن هدف بگیرن، هم سیانور که اگر گرفتنشون خودشونو بکشن. الان 20 تا سیانور و 20 تا آدرنالین رو ما باید بهشون بدیم. خب بیا بشین راننده من بشین نگهبان بودم. باشه. دوباره اومدم. بزنشو. زدیشون. نه دو تا. دیدمشون. ببین تا اون نرسیده اینو بزن.
تا اون نرسیده اینو بزن، تا اون نرسیده اینو بزن. باریکلا باریکلا. بزن دهنشو سرویس کن. اینو بزن که پیشته، اینو بزن که پیشته. نمیبینمش بغلته بغلته. بندازمش پشت، بندازمش پشت که بزنیش. پیشته پیشته. سمت چپته. باریکلا 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 باریکلا. جلو اومد جلو اومد. بیا جلو اینو بزن، بیا جلو اینو بزن. داره میزنه. تیرم تموم شد. بیا پشت فرمون، بیا پشت فرمون بابا، بیا پشت. اومده تو قایه، یکی اومده تو قایه. دیدمش. تو رانندگی تو کن، تو رانندگی تو کن، نگران من نباش، میزنمش. حله نمیتونه بیاد بالا. چرا نمیری؟ میرم چی زدم بهش میگه، چی زدم بهش تو برو تو برو، نگران من نباش، تو برو. تو برو نگران نباش. این خودشو بدبخت کرد اومد تو ما. یکی اومد کشید. وایسا افتادم تو آب، وایسا افتادم تو آب. بودو اسلحه رو بگیر دست، اسلحه رو بگیر دست، اسلحه رو بگیر. ای بابا گوهت بگیرن. یه بار محض رضای خدا. وایسا بابا. بیا موی بودو و زر مار. اومدی بالا. شیرت تو. طبقه دوم. زدمش، یکیشونو زدم. اون یکی هم هستن. یکی طبقه بالایی کشید. موی یکی طبقه بالایی. باشه صبر کن. دور جزیره باید بچرخون داد. باشه طبقه بالا نیست، طبقه پایینه. ندیدمش که بیاد بالا. باله 2 نفر بالا. بابا گوهش بگیره. تو گاز آی بابا گوهت بگیره. نرو اون 20 صاحبو نبرش بابا. یه بار نشستی پشت اون 20 صاحب دهن ما رو سرویس کردی. یه بار نشستی. آره دهن ما رو سرویس کردی.
انداختمشون تو خیلی خب باشه. نه یا عقب دارم میام الان منو پرتم میکنه دوباره. بشین. ای آسمون یکم صبر کن. آی بودو برو. دور جزیره باید بچرخیم تا دستور بدم بهمون. آره مین من بودن. دور آره اینا مین بودن. باشه کارتو. دور دارنش مصیبت. میخوای بشینم پشتش؟ پشو. دارم دور میزنم. خیلی خب باش. دور رو ببین اگر کسی اومد بگو بهم خبر بده. دور رو نگاه کن ببین اگه کسی اومد بهم خبر بده. میدونی خب کجا باید بری؟ باید بری خونه انتهای جزیره ها. نزنیش به ایور و بر کشتی ها. از باند اونجا بیا، از خونه بیاد ممکنه به تو تیراندازی کنه، از همین باند فرودگاه بیا. باشه. ایلیا اینجا رو میگه ایلیا. آره خیلی خب باش. بیا پایین. اونها به مینا هم داخل آب باشید. دور تا دور جزیره میگذاری، حواستون باشه. دیدمشون. تا اونجا رو باید آروم میام که کسی ما رو نبینه. درسته؟ دنبالتون مشکل نیست الان. باشه. بیا تو جاده موهی، بیا تو جاده میان دنبالمون. بیا تو جاده. باشه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. کمربند خود را ببندید. او بزن بغل دهن اینو سرویس کنیم. بزن بغل. زدمش. خودیه چرا میزنی؟ داعش حمله کردی اسکو. داشت ما رو میزد. داعش رو زدی. داشت میزد چیو داشت میزد. داشت حقیقتا ما رو میزد. واسه همین من نتونستم تشخیص بدم. این میخواد بزنه تا الان مرده بود. عیبی نداره. خیلی زخمش نکردم. مشخص میشه. خیلی اتفاق بدی نیفتاد براش. فقط هیچی. اوکیه بریم. الان ما فرودگاه قربان چطور کنیم؟ آخه شروع کرد به ما شلیک کردن دیگه. من کجا بدونم که خودیه؟ اون داشته هوایی میزد.
هوایی نه، من داشتم قشنگ میدیدم، داشتم تا ما میزد. من دیدم رد تیراشو دیدم. نشونه مثلا زورشونه دیگه، زور اصابشونه. آقا دیگه رئیسشونه دیگه، با همونه دیگه. نه این بار خسته نباشی. داشت آقا شرمنده ما یکی از بچه‌هاتون رو زدیم ها. مشکلی نیست. در عوضش یه سیانور بهتون اشانتیون میدیم، نگران نباشید. بفرمایید. بشی ایلیا جان بشی. آخه چرا به ما شلیک میکنه؟ او بیانورو وای ماشینا رو. کمربند خود را ببندید. کمربند خود را بله انگار من روی یه چیزی نشستم چون که بله واو نایس هوش ما به دسفولی خونه رو میگیم هوش. نایس هوش. سلام علیک یا اخوی. اینا هم نیسان دارن. بله نه نیسان پشتش نیسانه، جلوش بنزه. بله جلوش تویتاست. تویتا و دیگه بدتر. از نه موردن دوستان از این طرف. بله بفرمایید. عذرخواهی میکنم فقط جناب، رئیستون فارسی بلده یا ما باید همزمان باشو انگلیسی عربی صحبت کنیم؟ نه بلدن، کمابیش خیلی کم بلدن. خب پس متوجه میشه. چون من هم انگلیسی مفولم هم عربی مفولم، گفتم حالا اگر دوست داشتم میتونم باهاشون صحبت کنم. مشکلی نیست، من بعدا راهنماییشون میکنم، میفهمن. بله هرچند ما خودمون منزلمون رو بهشون میرسونیم، نگران نباش. سلام علیکم.
علیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. Where can I جلوس؟ Shut the fuck up, bro. Give me my item. Oh yes, yes, yes. Item. We have one sample یکی که of each. اون Oh. که الان مواد بردیم درسته تست. بله بله بله. اون یه دونه مواد یه دونه از هر کدوم آه. دیگه واسه جناب ما جنسامون اعلاه. یه سیانور داریم درجه 1. میتونین همین الان تستش کنین. این خودت تستش کن. سیانور، اینم از آدرنالین. خب بله بابت هر کدومشون هم آوردیم. شما هر کدوم خواستین میتونین تست کنین. ماشروب هم کو. چشم. الان ماشروم هم بهتون میدم. اینم ماشروم تست شما. ماشروم هم داره. 2 تا ماشروب سفارش داده بودم. تست عزیز. حالا شما این تسته دیگه، شما اینو مصرف تست کنین. عزیز. ما که نمیتونیم یه محمولی سنگین رو همینطوری با خودمون ببریم برش این دار بیار برابر. برام اینا رو. برش دار بیار. چشم به رو چشم. شما تو نه. نیست، تو نیست. بله جان بله. جان. آخه جوابشو نداد. همین. البته این دوستمون هم میتونن تست کنن ها. بالاخره هرچی نباشه هدف یه چیزه. خب وای، سریع. بده این سگه بخوره. سگی بو کشید پس افتاد بنده خودم وزن اعلا بود. بده این بخوره. ببین از 11 میلیون قیمت شروع خب. میکنیم. از خب. 12 شروع میکنیم. اوکی شد. اکثرش یه 5 دقیقه 10 دقیقه. اجازه خودم درستش میکنم. خودم درستش میکنم. از 12 میلیون خودم درستش میکنم. خودم درستش چه قیمتی برای اینو به ما بدی؟ شما اول باید به ما بگید که چه تعدادی میخواید. معمولا 10 تا سیانور میخوام. بله با این 10 تا هم از این باید چیزه بده. ماشروم بده. بله دیگه 10 تا چی؟ تا الان 2 تا 10 نیاز تا. ندارم. آدرنالینا پسندتون نبودن قربان. آدرنالین نه حال نکردم. برای سگه پیش از میدونی برام برید. بله بله چشم. جنسش خوب نه. شما خریدارید قربان. خیلی خوب. ما هر کدومو به شما 1 میلیون دلار بهتون میدیم. یعنی 20 آیتم و هر کدومشون 1 یه 10 میلیون میلیون میشه 20 میلیون. هر کدوم هر کدوم 10 میلیون. بعد بیا این کیفو بده به این کیفو بده به بله بله. اینجا پولو ببنده بود. بدم بده. کیفا بله. رو بازرسی کن بی زحمت. شما حالا سیگار رو چیز نکن. سیگار رو حالا بذار کنار بازرسیتون بکن. وقت واسه سیگار کشیدن زیاد است. اینم بده. این چراغ تو اگه بتونی روشن کنی و بذاری داخلش که اوکی میشه. این 5 میلیون. این 5 میلیون. هر کیفی 5 میلیونه. با 10 میلیون عزیز 10 میلیون بله. قبل میگیریم. خیلی خب ما 10 میلیون پیش میگیریم. 10 میلیون هم زمانی که بارو رو تحویل دادیم. الان تحویل شما داده شد دیگه 5 میلیون. خیلی گرونه نه. همین 5 میلیون پیش بهتون میدم. برادر من شما پولو پرداخت کردین. وقتی که پولو پرداخت کردین به آنش میشه که یه لحظه اجازه بدید. یه لحظه آقا ایده یکم عقب وایسا. بله دیگه دونه 1 میلیون. هر کدوم از ماشروم ها 10 دونه می‌خواستین میشه 10 میلیون. سیانور هم هر کدوم 10 دونه خواستید اونم میشه 10 میلیون. جفت میشه 20 میلیون. 10 میلیون الان 5 میدی. میلیون پیش پرداخت کردم بقیه‌شو برام من بیام. ببین ما تا نصفشو نگیریم نمیتونیم بعد خریداری واسه خریدار مشکل پیش میاد. شما یه 5 میلیون دیگه میذارین زمین.
زنگ بهتون میزنیم، بهتون میگیم که آدماتون رو بیارین از کجا ببرن بقیه رو. نمونهش هم آوردم که شما از همشون راضی بودید غیر از آدرنالین. بیا اینجا بردار، بیا اینجا. بله. با من یا با شماست قربان؟ با من. بله بله بفرمایید بفرمایید. بیا این تو. حواست باشه. ببین. اسلحه تو دارم. اسلحه تو دارم. خب. باش. خب چه دستور میفرمایید قربان؟ من بده بهش. بده. صدت من 5 میلیون رو میذارم زمین. بله بله. امیدوارم که از خدمات ما راضی بوده باشید. آره. فقط بیا از بابا. 24 ساعت تحویل بنده بده. حتما حتما حتما. 1 دقیقه اینجا صبر کنید فقط. بله بله. چطور؟ چطور؟ خب چیزی میل ندارید فعلا؟ نه خیلی ممنون متشکرم. شما قبل از اینکه غذا و نوشیدنی بدیم به کسی قشنگ دستاتون رو بشورید که یه وقت خدایی نکرده سیانوری نباشه. نه چیز. بله بله. یه چند اینجا فقط تشریف داشته باشید. ما هستیم انجام بدیم. بله بله ما هستیم اینجا بفرمایید. ایلیا جان میگم که تو بذار از اینجا بریم بعد راجع به بقیه‌اش معمولی صحبت می‌کنیم. او صدا رو شنیدی؟ بنده درست چشم خدا نگهدار. دوستان عزیز مشکل رفت شد میتونید بریم. بله. تبدیلات بتونید. فقط اون صدایی که اومد مشکل ساز نشه برای نه راه رو برای شما پاکسازی کردیم. نگران نباش. ما اینجا دشمن داریم که بله دیگه دولت اسلامی مشکلات هم داره. بابا اسم یهودی محمد چیکار داری میکنی محمد؟ آخه تو معنی داعش رو نمیدونی. تو معنی داعش رو نمیفهمی باید سرتو بذاری زمین بمیری. بابا ده حالا فکر پرچمشو که چی دیگه میگه. این پادکست رو نشیدی؟ با همین ماشی بریم. ایلیا با همین ماشی بریم. کله منو دیدی؟ صندلی عقب. اوه نوپوه. کله منو دیدی؟ اوه چه وضعشه؟ پیاده شو با ماشین پیاده شو. کجایی؟ بیا همون جایی که بودیم همون بالا که بودیم همونجا که بودیم. باشه بالا اوه بودو باشه. قبل از اینکه بری به من باشه میگفتی نه زمانی که رفتی.
صدامو داری؟ من تو اتاقم. صدات هست؟ پیشتم دیدم. خیلی خب. حالا باید کله خربازی در بیاریم یا باید فرار کنیم چیکار کنیم؟ نمیدونم منتظر دستور آوش. بهش بگو. چی؟ مگه بهتون نگفتم ولی تو طوری برید که پلیس نبینه؟ عزیزم پلیس ما رو ندیده. پلیس اونجا ما رو گیر انداخته. ما تحت تعقیب بودید دیگه. دست شما در نکنه. خودتون تصمیم بگیرید چیکار بکنید. سالم برسید اینجا. خیلی خب باشه. خب ایلیا برنامه اینه که با کشتی بریم دیگه، درسته؟ یا با بقیه چیزا؟ ایلیا صدامو داری؟ خب ایلیا رو دست دادی. ایلیا بدو بریم نزن بدو بریم زدمشون. بالا ساختمونا همه هستن مراقب. کجا بریم؟ بابا بریم زدمشون. بابا یه بریم. نفر نیست که. میدونم من تا جایی که تونستم زدمشون. باید پیشم باشی یا نه؟ نمیدونم. نمیبینمشون. کجا؟ بالا ساختمونه. دیدم. یه دونه بغل بزنیم. من تیر ندارم. تیر داری بهم بدی؟ من تیر ندارم. آی تیر داری بهم بدی؟ الان میگم. خیلی خب باشه. زدمش. بالاییه رو زدم. حالا بریم. کجایی تو؟ شیت. مهم نیست من بزن. نمیبینمش آخه. کجا دارم می‌پرم. نمیبینمش. من پشت ماشین سیاهم ولی نمیبینمش. بودو بابا نرو بیرون اینجا هست. زدم. باشه. بیا تو داخل همتره. باشه. او اومدم. چه داستانیه. برو وایسا پشت در. اومدم اونور.
بزنشو بزنشو. یکی آبی رو زدم، یکی آبی رو زدم. مال سپاه، مال سپاه. یکی آبی رو زدم، مال سپاه بود، زدمش. سپاه هم مثل اینکه داخله. هم سپاه هم نوپو، هم سپاه هم نوپو. میخوای با کشتی بریم؟ نه بابا بیرون خورم بیرون باشه 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 باشه. حواسم هست. حواسم هست، حواسم هست. کجا اینه؟ دیدم. ببین هم سپاه ریخته هم نوپو ها. بیا دیگه. پیشتم. روزی چقدر تاریکه اینجا، چقدر وای اینجا چرا اینجوریه؟ نمیدونم. همینجا قایم شو همینجا. میگم این داعشی ها رو زدن یا داعشی ها در رفتن؟ داعشی در رفتن؟ فرار کردن. ای کمرشون آدمای خرمدنگ. بذار بریم بیرون بزنیم. ببین به نظرم بریم سرشون هوار شیم. چاره نداریم دیگه. به نظرم بریم سرشون هوار شیم. چاره چیه؟ چاره. او میدونم. یکم صبر کن. هی دارم بیشتر میشم. برگرد. میدونم چاره چیه. یکم صبر کن. فلایی که اینجا کم کرده بعد بزنمش. با زرهی بیان با شیلد بیان. چاره چیه؟ میدونم نمیدونم باید چی کار کنم که نیان داخل. فقط پشت درم. میدونم شیلدشو دارم میبینم. یکم صبر کن. اونا نیستن دنی، اونا فرار کردن. بزنش پیشته. وای اینجاست. بیا تو این تونله. پاشو بزن. ببین من پاشو میزنم زخمی میشه. پاشو برگردیم آقا. باید یه خونه بزن. اوه زدمش. وای. زدم.
زدم وای. میتونی چسب زخمی بهم بدی؟ وای 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 وای. تا زدم. بانداج داری دکتری تو خیر سرت. الان CPR باشه ببین یه چی میدونست که گفت با ایلیا برو ها. حواسه باش. صدا. روبروه. اوه باریکلا. تیر بهم بده. تیر ندارم. بهم بده. اوه امون نمیده اون. بس. یا دادم به نه من شاتگانم رو میکشم. خب نه تیر بهم بده بابا. بیا باشه یه دو برگرد آقا. وای بزنش. پشت سرت هم هست. اوه یکی زدمش. باریکلا شاتگانه به موقع. اینجا خیلی تاریکه، جایی نمیشه دید. یه تیر بهم بده حداقل. واسه من اینو بندازمش. باشه الان صدا پا میادم. ولی تو یه دونه داری. اسلحه ها رو سکو بذارم. اسلحه رو بندازم. اسلحه ها رو انداختم. بردار اصلا. بابا قربونت برم نمیشه. خب تیر ندارم برشو دارم. وقتی که بهم اسلحه میدی میگه یکی داری دیگه نمیدم. هیچی ندارم بابا، خالی. فقط دارم با کلت میزنم. اومد تو جیبم اومد. بریم سراغشو. چیکار کنیم به نظرت؟ آها یه دونه آفرین. کم باید بریم. باشه تو برو پشت سرتم. اوه صدا ماشین میاد. هیچ راه فراری ندارید. اسلحه‌هاتون رو بزنید زمین، دستاتون رو بذارید رو سرتون. بیاید بیرون، تقسیم بشید. زدیش باریکلا. زدیش. سریعا بیاید بیرون. اوه یکی هم زدم. برو. باشه پشت سرتم برو. باشه پشت سرتم. کجاست اسنایپ؟ کجاست؟ بده اسنایپو بده. چی دادی لامصب؟ الان چیکار کنیم برنامه؟ اوه بله. انداز بیرون منطقه محوطه گذاشتم مراقبت کنید. بالای تاورا داخل بوت‌ها. خیلی خب حالا چیکار کنیم ما؟ بزنیمش؟ باید بزنید. نه دیگه میخوام ما چی بزن. خیلی خب باش بزنیمش. پیداش کردیم میزنیمش. نگران نباش.
تو اینجا دید نداریم، اینجا دید نداریم. بیا اینجا بیا. همون دیگه اومده دید خیلی همون دیگه اومده بیا بیا بریم چیکار کنیم بریم در بریم بیرون بیا. باشه پشت سرتم. اوه از این ور میاد صداش. بیا پیش ماشین بیا پیش ماشین بابا خب گوه تو چیز میزنه پیش ماشین توی چیز. زدمش بدی حل زدمش نگرانش نباش انداختمش. بشین بریم بشین تکوله رو بشین باشه چه خر تو خری شد یه دفعه. فلسفه سریع و خلقم اوه برو بابا. این جاده رو اشتباه رفتم بابا همون تاکی را میگه خب دیگه. اوه ای وای مار ملاکه میرا که ساختت ایلیا. تو چرا نمیدونی دو تا اسنایپر بودن نه یکیشون رو زدم و یکی اومد سمت ما. ای وای منو زدم. آره وایس من باید تیزر بزنم بیفتی پایین. خیلی خب باشه الان سیگارت چقدر سخت بودن. میخوای از اون ور برو که در بازه. راست میگی خدا. گلس این ماشین میخوای پرتم کنی تو آب میتونم از ماشین بیام بیرون ها. اگه پرتم کنی میتونم از ماشین بیام بیرون ها. اوه درگیریه داره میزنه. داره میزنن تا گوهت بگیره. ماشین کنم راه نمیره که حاجی نمیشه اینجوری نمیتونم. ماشین نمیاد عقب. وای ای وای من ببین با اسنایپر تق زد تو سر من. پرت شدم بیرون ایلیا پرت شدم بیرون. خودتو برسون پرت شدم بیرون. ایلیا ای وای یا پیشم نیست.
ای خدا. ایلیا پرت شدم بیرون بابا، صدامو داشته باش. خدا رو شکر. و چرا الان اسلحه نمیگیری تو دستت؟ مازش میگدد. ایلیا بریم، ایلیا بریم، نمیتونم اسلحه بگیرم دستم. ایلیا من نمیبینم، من نمیبینم. بریم سوار ماشین شیم بابا، بشین سوار ماشین شیم بریم. بشین تو ماشین، بشین تو ماشین. کسی؟ بیا تو جاده، بیا تو جاده. چه؟ داره میزنه، داره من میزنه. نمیتونم اسلحه بگیرم دستم چرا؟ دقیقا کجایی؟ دقیقا تو جادم. دارم. اسلحه نمیتونم بگیرم دستم. مثل اینکه منطقه نیست که بابا تو جادم عزیز دلم. من نمیبینم، من تو جادم نمیبینم. من پیش این دایرم، پایین این نقطه دایرم. دیدم. این تویی؟ ماشین تویی؟ بشین. باس برو. بعد از این فقط بریم. برو. ببین این راه نمیره، ولی ماشین سریع عوض کنه. بابا با همین برو، کارمون راه میگیره. دردت به سرم دیگه. حالا میخوای بری ماشین عوض کردنت رسیده. بیا بزنشون. بدون با ریولور فقط میتونم بزنمش. ده برو آقا، برو. بزن. زدم یکیشونو زدمش. چند تان که تمام نمیشن. خب ایلیا خون منو کردی تو شیشه، هم با این رانندگیت هم با این تصمیم گیری. گوهش بگیره اونی که به تو میخواد دل بمنده. بدو از این ور دریم بابا. نمیشه اسلحه بگیرم دستم. اوه بله، اتفاقا مقتدای خیلی خوبی هم هستی که بیایم دنبالت. بیا دنبال من چه میدونم داری کدوم گوری میری؟ من چه میدونم کجا داری میری؟ بیا من شدم. من تیر دارم. نمیتونم اسلحه بگیرم دستم مسلمون. او صدا تیرم اونجا میشنوی؟ صدا تیر تو میشنوم، ولی خب من نمیتونم اسلحه بگیرم دستم. اون کار نمیکنه. خدایا اوه ببین هیچ کس به اندازه ایلیا لجه منو در نمیاره. باید برم ماشین رو عوض کنم، باید بپیچم، باید فلان کنم. هر گوهی خواست سر من خورد. بیا
اسلحه نمیتونم بگیرم دستم. انسیزده چه گوهیه اینجا وسط جنگل. ایلیا بودو بیا سوار ما یکی ماشینشین دریم. موی بیا اومدن دنبالمون. موی بیا اومدن دنبالمون. ای خدا. من گو بخورم دیگه با این ایلیا برم جایی. نه ماشینا باید بریم این راه نمیره. بیا نه همون خونه که این ماشین تویی این ماشین تویی این ماشین تویی. آره بشین اومدن دنبالمون بشین کمربند خود را ببندید. برو تصمیمای کیری. بیا دنبالم. من این کارو میکنم من اون کارو میکنم. تو چه میکنی؟ دهن ما رو سرویس کردی. جرم داد ایلیا. حبیبی ما با این میخوایم فرار کنیم. حبیبی برو جلو. خب برنامه چیه الان قراره با چی بریم؟ با همون کشتی؟ ایلیا برنامه با همون کشتیه؟ ای وای اینجا هم دوباره اصلا نمیاد تو دستم. ایلیا اصلا نمیاد تو دستم. من در جریان باش. تو مردی؟ سوار هواپیماشو برد فرار کنیم. مثل که ایلیا رو زدن. یکم صبر کن بابا. اصلا الان اصلا هم درست شده. گوهش بگیره ای بابا ما. ایلیا کجایی داداش؟ ایلیا کجایی تو؟ ایلیا شهید شد. بهتر یا دست دادیم متاسفانه. بهتر. الان من با چی بیام که اوکی باشه همه چی؟ فکر کنم اونجا براتون یه جیتی گذاشتم میخوایم با اون برید. نه با جد نمیام. با ماشین میتونم بیام؟ آره با ماشین برید. باشه الان با ماشین میام.
کمربند خود را ببندید. فقط آدرس بده کجا باید بیام. فقط آدرس بده کجا باید بیام. خونه سعی کن بیای خونه. باشه. نفسم گرفته شد خدا وکیلی. مگه امون میداد؟ اوه 10 میلیون پیش ایلیاس. قربان 10 میلیون پیش ایلیاس تا در جریانی؟ آه تو برگردم بیارمشون. نیازی نیست دیگه بیا. البته 10 میلیون پیش پرداخت بوده ها. 10 میلیون دیگه باید بهمون بده. ایلیا کجایی بیام دنبالت؟ خوردم. ایلیا اگه تو جزیره بیام دنبالت. نگران من نباش. دکتر جانی اومده برو سرم. بابا پولا پیشتن. بیام دنبالت. خودم خب باشه ده بیا منتظرتم. به چه شبه. چه شود. اون ور پل داستان داریم ها. اون ور پل داستان داریم. قشنگ مثل اینکه منتظر من بودن. قشنگ. پیاده شو. اون ورنا پیاده شو. سوار شو. من نمیتونم رانندگی کنم. باشه بابا سوار شو بریم. سوار شو فکری میکنم خودم. قشنگ منتظر ما هم بودن ها. قشنگ پولو بسته بودن. هیچ کاری نمیشد کرد. چی شده؟ صدا آژیراشون هنوز داره میاد. فکر کنم این ور پول هم گرفتن. برگرد. چیکار کنیم؟ درگیر شیم؟ مجبوری پیاده شو. باشه درگیر میشیم دیگه. بیشتر از یا مرگ شهادت. آی یکیشونو زدم. بیا بالا. یکیشونو زدم. بیا رپورت. پیشتم. دیدمش. یکیشونو زدم اونجا. صبر کردم برای این یکی هم دارم.
زدم. منم زدمش. چه نفری شما؟ برو. کمربند خود را ببندید. چی؟ کمربند خود را ببندید. خیلی خوب باشه. آخه هلیکوپترش هم داستانه. من میرم. باشه. بیا برو. این هرکی دیدی بزن. باشه دیدم باشه برو هلیکوپترش هم داستانه. من سمت چپتم در جریان باش. اوه خیلی خب باش برو اگه اونور کسی دیدی، من اونور رو دید ندارم باید اونور رو بهم اطلاع بدی. اونور دید ندارم. 60 کم کردم. 60 صورت. ببین امون نمیدن. از زمینم اگر کسی رو دیدی بهم بگو. من دارم فقط بالا رو میرم سمت خودمون. اوه سمت راست بپیچ. بزن. اوه فضا بده. برو نقشه بزن باشه ببین اشتباه نکنم باید بیایم اینجا. زدم برات. من سمت چپتم و اگه میخوای کاری کنی باید بپیش سمت راست که من تسلط داشته باشم. تقریبا داخل هلیکوپتر برداشتن. کجاست؟ از کجا میتونم بردارم؟ نمیتونم بردارم. اگر دست بزنم میافتم. باشه امون نمیدادن. 100 نفر ریختن سر ما. برداشتی. آره مثل که یکی به من داده شد. نمیدونم. من بهت آره یکی بهم داده شد. قربان اوضاع اوکیه. ما داریم میریم سمت شما. آن چه استفاده داره میاد سمتت. چی؟ از شهر یه دونه تیپ بلند شده فکر کنم میرسنش. بابا چه عزاییه این، چه عزاییه. واو حواست باشه ایدی، حواست باشه. مثل که یه هواپیما بلند شده سمت ما داره میاد. ببین زادو داره تو میده. اون لاک کردم. آره چیکار کنیم؟ بپریم؟ چجوری میتونیم استفاده کنیم از این چیزه؟ از این پاراشوته؟ عضله کلیپس. هر موقع گفتی بپری. بپر.
وای وای. اومدی پایین اومدی؟ آره من پایینم دارم میرم پایین یواش یواش. هستم ما رسیدم پایین. تو اوکی؟ آره چیزی نشد. اوه داره منو میزنه. وای. الان درست فرود اومدی؟ آره من اومدم پایین دیگه، ولی خب درست یا بدشو خدا میدونه. پشتم. دیدمت. آی اوه. وای. این چه سمی بود. وای، این همینجا چه سمی بود. درست یکم استراحت کنم. اوه. بیا تو حیاط یکم هوا بکنیم، خسته شدیم. باشه اومدم. آه داشت با هواپیما منو که سر چتر بودم میزد. وای گوهشون بگیره مگه تموم میشد. اوف خسته شدیم. چقدر سخت بود. حالا همچین معمولیت نرفته بودم. نفسم بالا نمیاد. ببین فقط 5% از اچ پی مونده، فقط 5%. یعنی فقط تا قوزک پام چیز هست، تا قوزک به پام. نشانه چی؟ به نشانه خوشحالی رو بزنیم. نه الان اگه بخوام چیز کنن. چی میخواد بیا بابا؟ دیدی چجوری اونو زدمش رو اسنایپره رو؟ پشمام ریخته بود. بریم. بیا. اوه هنوزم اینجا. بهت گفتم تیراندازی بابا نکن. من فقط 5% دارم گوه توش. طرف با اسنایپر. شب نمیتونم ببینمش. گوه تو شب نمیتونم ببینمش. اوه میدونم این بره ولی نمیدونم کجاست. این دوتا تکتیر اندازی که سمت چیزه، سمت این هاوسمونه، این دوتا آخریشون ها بزنید. میدونم نمیتونم پیداشو کنم. شب نمیتونم پیداشو کنم. میدونم کدومه. حالا بالای تپ ها دیگه مشخصه. یکیشونو زدم. اون یکی رو نمیتونم پیدا کنم.
ای بابا اونم زدم ایلیا ایلیا من بهت گفتم تیر نزن خاک تو سرت ایلیا